سلام بچه‌ها، به کانال فیکشن فکت خوش اومدید. من سعید هستم و توی این ویدیو میخوام با هم بازم بریم و با چند تا موجودات عجیب و ترسناک دنیا آشنا بشیم. اما نوبتی هم باشه، این دفعه نوبت ایران خودمونه. آره، ایران خودمون. ما همینجا هم موجودات عجیب و افسانه‌ای کم نداریم. پس لطفاً تا انتهای این ویدیو جذاب همراه ما باشین. ویدیو رو حتما لایک کنید و اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین، دکمه سابسکرایب رو بزنید. توی پارت‌های قبلی با همدیگه به دنیای اساطیر یونانی و حتی ژاپنی سر زدیم و با موجودات عجیب و ترسناک این ملت آشنا شدیم. امروز هم با درخواست‌های خیلی زیاد شما تصمیم گرفتم تا 4مین پارت این سبک ویدیوها رو اختصاص بدم به موجودات عجیب و ترسناک ایران خودمون تا یه جورایی بتونم کمکتون کنم تا شاید بالاخره متوجه بشید اون موجود ترسناکی که شبا زیر تختتون میخوابه کیه. پس بریم که داشته باشیم. شماره 8 زار، موجودی که ملقب به بادهای جادویی و قدرت مرموزی هستش. زار موجودیه که به باور عامه مردم شبیه به روح سرگردان یا جنهای مزاحم کافر هستش. طبق باور مردم این موجود به شکل نسیم و بادی ظاهر میشه و با تسخیر بدن قربانیاش بیماری‌هایی با علائم دیوانگی و روانی رو توی اونا به وجود میاره. طبق ادعای مردمی که با این موجود سر و کله زدن، باد یا نسیم این موجود مثل یه نوع سحر و جادو میمونه که هیچ قدرتی نمیتونه مقابلش مقاومت کنه. طبق بعضی باورها هم آدما باید برای رهایی از این موجود قربانی بدن یا اینکه کلا تسلیم مرگ بشن. اگه بخوام از مشخصات شخص تسخیر شدن بیشتر براتون بگم، این شخص رو اهل هوا صدا میکنن. اون دچار توهم و خیال میشه و احساس میکنه کسی دیگه ای داخل جسم اون قرار داره. همینطور هم اون شخص میتونه با زاری که اونو تسخیر کرده صحبت کنه. حتی توی سال 98 هم پرونده‌ای با اسم درمان اهل هوا داخل روزنامه سلام زندگی چاپ شد که سالها پیش صحت این درمانم رد شده. شماره 7 آل موجودی در قالب عروس مرده. آل موجودیه که سالیان سال توی باورهای مردم ایران وجود داره. گفته شده که این موجود به سراغ زنهای تازه فارغ شده میره. به خاطر همینم اعتقاد دارن که اگه کسی تازه فارغ شده و بچهش به دنیا اومده، نباید نه اونو نه بچهش رو تنها بذارن، چون این موجود به سراغش میره و به بچهش آسیب میرسونه. اما باور به این موجود خیالی تنها داخل ایران نیستش و توی خیلی از کشورهای آسیایی به اون اعتقاد دارن. خیلی اقوام آسیایی اعتقاد دارن زن تازه فارغ شده رو تا 40 روز نباید تنها گذاشت. بعضی‌ها هم اعتقاد دارن ریشه واژه آل از قوم وحشی به همین اسم که ساکن آمازون بودن اومده. اجزای بدن این موجود ترسناک هم به این صورت تعریف شده که بینی شبیه به گل، چشم‌های آتشین، موهای ژولیده، دندون‌هایی به سفتی آهن، زبونی مثل نیش و سینه‌های آویزونی شبیه به پیرزنا داره. همینطور هم همیشه همراه خودش سبدی داره که توی اون جگر و قلب زن و بچه تازه به دنیا اومده رو قرار میده و میدزده. ریشه این موجود افسانه‌ای و دشمنی اون با زنان هم برمیگرده به افسانه قدیمی که طبق اون خدا آل رو برای همسری آدم آفرید، ولی آدم اونو نپذیرفت و به جای اون هوا رو انتخاب کرد و همین انتخاب استارت دشمنی آل با هوا و فرزندان و نواده‌هاش روی زمین شد. شماره 6 اژدها موجودیه که توی فرهنگ ایران زمین جایگاه زیادی داره. طبق افسانه ها اژدها یه نوعی از مارهای عظیم و جثه هستش، با این تفاوت که دست و پا هم داره و حتی بعضی وقتها چند تا سر هم میتونه داشته باشه. توی بعضی اساطیر هم اونو یه نوع تمساح بزرگ معرفیش کردن. نکته جالبی هم که باید بدونید اینه که ریشه اصلی اسم ضحاک و اژدها یکی هستش. اژدها نماد زشتی و پلیدی و اهریمن بوده و توی بعضی فرهنگ ها هم این موجود رو میپرستیدن. وجود این موجود توی ایران باستان غیر قابل باور نبوده، چون که طی جهش‌های ژنتیکی یه خزنده میتونسته به این شکل در بیاد. اما محقق‌های ایرانی هم که به وجود این موجود اعتقاد دارن، میشه به پروفسور فرهاد عسکری اشاره کرد. اون علاوه بر
اژدها به کنت دراکولا و ضحاک ماردوش هم اعتقاد داشته و توی این زمینه برای اثبات اونا خیلی تلاش کرده. شماره 5 سیمرغ. همه ما ایرانی‌ها با سیمرغ آشنایی داریم. سیمرغ پرنده افسانه‌ای هستش که از اون توی شاهنامه و سایر اساطیر ایرانی نام برده شده. اون پرنده‌ایه که زال رو پرورش شده و همینطورم اونو داننده رازهای پنهان میدونن. اسم سیمرغ از واژه سی و مرغ اومده که سی رو به شاهین تشبیه میکنن. سیمرغ هیبتی عظیم داره، به این صورت که اونو مرغ افسانه‌ای و با دمی شبیه به شیر، بدنی شبیه به تنه ببر و سر و بالهای عقاب میشناسن. البته اونو توی بعضی فرهنگ‌ها هم با دمی شبیه به طاووس، بدنی شبیه به عقاب و سری شبیه به سگ میشناسن. شماره 4 دوالپا. موجودی که دنبال فرصت برای کولی گرفتن و به بردگی کشیدن انسانا میگرده. این موجود بالاتنه شبیه به انسان داره، اما پاهای اون خیلی درازن و مثل تسمه شل هستن. توی افسانه ها اومده که این موجود خودشو به چشم پیرمرد ضعیف و بیماری به آدما نشون میده و با زاری و ناله و کلی التماس و کلی بازی در آوردن از آدما درخواست میکنه که کمکش کنن و از آدما میخواد تا اونو به خونه مادر بیمارش ببرن. اما به محض اینکه روی کول قربانیاش سوار میشه، پاهای 40 متری خودشو در میاره و سری دور کمر و گردن قربانی میپیچه و اونو مجبور میکنه که تا آخر عمرش به اون خدمت کنه. اگه هم کسی که قربانیش شده بخواد از دستش در بره، انقدر پاهاشو دورش میپیچه تا استخونای اون آدم بدبختو بشکنه و آخرش هم اونو خفه کنه و بکشتش. نمیدونم چرا یاد مجید دلبندم افتادم. خدایی بد زمونه این شده. پیرمردا هم دیگه میخوام بکشنه. شماره 3 اموسابیان. اموسابیان هم یه موجود افسانه‌ایه که بیشتر بین کشورهای حوزه خلیج فارس و عرب خوزستان شناخته شده است. طبق بعضی روایت‌ها روزی رسول خدا داخل مسجد نشسته بوده که فردی با شکل و شمایل خیلی عجیبی وارد مسجد میشه و سلام میکنه و میشینه. رسولم از اون میپرسه تو کی هستی و اینجا چیکار داری؟ اونم میگه من یکی از فرشته‌های الهی‌ام. که سریع رسول میگه دروغ میگی، تو دیو یا پری هستی. همین لحظه جبرئیل نازل میشه و میگه ای رسول از اون سوال کن تا قدرت خدا رو ببینی. بعد رسول میپرسه راستشو بگو، اسم دقیق تو چیه؟ اون شخص هم میگه اموسابیان. وظیفه من آسیب رسوندن به بچه‌ها و زنای حامل است. به طور دقیق تر وظیفه من خسته و رنجور کردن و قرار دادن سردرد و چش درد در زنای حامل است. صورت اونا رو زرد میکنم و شکماشون رو هم بزرگ میکنم و مرضی به جونشون میندازم که درمان نداره. همینطور آدمهای اهل فضل و دانش رو دچار وسوسه میکنم. بچه‌ها رو ناقص و دیوونه میکنم، توی جاده ها خونه میسازم تا مردم نتونن به مسیرشون ادامه بدن. فتنه به پا میکنم و افکار شیطانی تو سر مردم میندازم. در همین لحظه رسول به حضرت علی دستور میده تا سریع اون رو بگیره و بکشه. اما قبل اینکه علی کاری کنه، جبرئیل به رسول میگه ای رسول دست نگه دار که خدا اون رو بیهوده نیافریده. حالا اگه فرض کنیم این روایت درسته، اموسابیان یکی از اجنه محسوب میشه و موجود خیالی و افسانه‌ای نیستش. اون یه زن از جنس جن هستش که به مادر و دختر شیطانم معروفه. سیوطی تاریخ نویس بزرگ میگه که به گفته حضرت سلیمان اون موجودیه که شگفت انگیزترین و همینطورم زشترین آفریده خداست. اون عجوزه‌ای به اسم همت، دختر همت و یا اموسابیان هستش. اون دندونهایی مثل فیل، موهایی مثل شاخه خشک درخت خرما، صدایی مثل صدای رعد و چشمهایی مثل برق درخشان داره. از دهان و بینی اون دود بیرون میاد و میتونه چند تا صدا رو در بیاره، مثل خر، شتر، گرگ، اژدها و پلنگ. شماره 2 همزاد. همزاد یکی از معروفترین موجودات افسانه‌ایه که 100% اسمش رو قبلا شنیدین. حالا میدونید این موجود چیه و ریشش از کجاست؟ اینطور که گفته شده به محض تولد هر انسان
در دنیای موازی هم موجودی از جنس اجنه به اسم همزاد متولد میشه. این موجود کاملا شبیه به همزاد خودش هستش و همزمان با اون رشد میکنه. حالت روحی انسان و همزادش دقیقا شبیه و مرتبط با هم هستن، به این شکل که وقتی انسان ناراحت یا خوشحال میشه، همزاد اونم همین حس رو تجربه میکنه و دقیقا همین حس برعکسش هم وجود داره. بعضی‌ها اعتقاد دارن همزاد نوعی اجنه هستش. البته که روانشناسا اعتقاد دارن که همزاد بعد دیگه‌ای از انسان هستش که اونو ضمیر ناخودآگاه هم میشناسن. لازم به ذکر از همزاد هم توی روایات پیامبران یاد شده. عمو حامد غزالی تو کتاب احیاء العلوم از قول جابر بن عبدالله نوشته که وقتی حضرت آدم به زمین رسید گفت که خدایا تو بین من و این موجود دشمنی انداختی، اگه در برابر اون منو یاری نکنی دیگه تحمل اون رو ندارم. خدا هم توی جواب به آدم گفته برای هر فرزندی که تو و نسل تو زاده بشه فرشته این نگهبان میذارم. همینطورم همزادها دو نوع هستن، فرشته و اجنه. در صورتی که همزاد سفلی باشه جنس اون جن و اگه علوی باشه از جنس ملکی و فرشته هستش. به صورت کلی هم میشه گفت همزاد موجود افسانه‌ای نیست و وجود خارجی داره. شماره 1 ققنوس. و اما شماره 1 ققنوس موجودی افسانه‌ای که جایگاه خیلی ویژه‌ای در اساطیر ایران داره. به گفته برخی اسطوره‌ها ققنوس منشی سری داره. طبق افسانه و اساطیر ایرانی ققنوس پرنده‌ایه که هزاران سال عمر میکنه و در پایان هزاران سال در زمان مرگ هیزم جمع میکنه و روی اون میشینه. بعدم با خوندن آواز از بالهاش گرما تولید میکنه و خودش رو با آتیش میکشه. در آخرم بعد از خاکستر شدن دوباره از دل خاکستر خودش رو به دنیا میاره. طبق افسانه ها ققنوس دانه و علف معمولی نمیخوره، بلکه غذای اون عصاره میوه ها و دانه های خیلی کمیاب هستش. طبق افسانه ها ققنوس جفت نداره و بدون نیاز به تولید مثل فقط از خاکستر خودش رو متولد میکنه. همینطورم ققنوس مثل عقاب معمولی هستش که هر 500 سال یک بار خودش رو به مردم نشون میده. ققنوس پاکترین و اصلی ترین موجود حماسه‌های ایران به حساب میاد. اگه دوست داشتین ویدیو اختصاصی این موجود رو براتون میسازم. خب بچه‌ها، اینم یه پارت جذاب دیگه در مورد عجیب ترین و ترسناک ترین موجودات ایرانی. امیدوارم که لذتشو برده باشین و بدونید این موجودات صرفاً تعداد کمی از افسانه‌های ایران هستن. اگر این سبک ویدیو خوشتون میاد ویدیو رو لایک کنید و برای حمایت ما چنل رو سابسکرایب کنید. تا یه ویدیو لجند دیگه، پیس اوت.